کتاب نامه. کتاب نامه برای آنها که کتاب را بیشتر دوست دارند. خمس یکی از مسلمات اسلامه که قرآن مجید وجوب اون رو به صراحت آورده و ادای اون رو با اعتقاد به خداوند بزرگ پیوند زده. پس نه فقط اعتقاد به وجوب خمس بلکه ادای اون از مسلمات و ضروریات دینه. البته یکی از مشترکات مسلم اهل تسنن و تشیع خمس بر اموال جنگیه و مکتب اهل بیت علیه السلام علاوه بر غنایم جنگی خمس رو بر هر چیزی که غنیمت و فایده از اون مستفاد میشه واجب میدونه. برای دونستن نکات بیشتر درباره خمس، کتاب خمس در عصر پیامبر و پاسخ به برخی شبهات منبع بسیار معتبریه. خمس در عصر پیامبر و پاسخ به برخی شبهات نوشته آیت الله میرزا یدالله دوزدوزانی تبریزی از مراجع تقلید مقیم قم است که تحقیق آن توسط حجج اسلام باستانی و باقری بیدهندی انجام شده است. آیا وجود خمس دلیلی قرآنی دارد؟ آیا چنان که تصور می شود خمس فقط مربوط به غنایم بوده یا در دیگر منافع کسب و کار نیز جاری است؟ آیا پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و امامان علیهم السلام از مسلمانان خمس دریافت کردند؟ ابن منظور در ذیل واژه مرباع نقل می کند که رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم عد ابن حاتم را قبل از اینکه اسلام بیاورد مورد عتاب قرار داد و فرمود تو مرباع یعنی ربع غنایم مصرف می کنی در حالی که در دین تو حلال نیست. در فصلهای مختلف کتاب به مفاهیمی مانند معنای لغوی و اصطلاحی خمس، تاریخچه خمس، املاک حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم و حضرت زهرا سلام الله علیها، سرنوشت خمس پس از حضرت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، امیرالمؤمنین علیه السلام با خمس چه کرد؟ خمس در زمان صادقین علیهم السلام، شبهات خمس در میان اهل سنت، پیامبر از چه چیزهای خمس دریافت کرده؟ روایت اهل سنت، خمس درآمد، خمس مالی در قرآن، خمس و آیه 41 سوره انفال، معنای غنیمت و فرق خمس و زکات در قرآن اشاره شده است. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم حکم خمس را تبلیغ فرمود. در بخش‌های پیشین ثابت شد که حکم خمس را رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم اعلام و اجرا فرموده است، ولی توسط دستگاه حاکم مورد بی‌توجهی قرار گرفت. پس از آن حضرات ائمه اطهار علیهم السلام به دلیل اوضاع و احوال جامعه و وجود جو خفقان امکان پیگیری و تبلیغ آن را نداشتند تا زمانی که اوضاع برای بیان مسائل آماده شد. از آیت الله دوزدوزانی تبریزی کتاب دیگری با عنوان دروس فی تفسیر القرآن حول المعاد به عربی منتشر شده که برای دانشجویان و طلاب و پژوهشگرانی که به زبان عربی تسلط دارند مفید فایده است. برای تهیه دو کتاب خمس در عصر پیامبر و پاسخ به برخی شبهات و دروس فی تفسیر القرآن حول المعاد کافی است نام خود، نام استان، آدرس کد پستی و نام کتاب ها را به سامانه پیامکی 5000 22 44 88 ارسال یا با شماره 025 378 317 04 تماس بگیرید. قیمت کتاب خمس 8000 تومان است. کتاب‌های خمس در عصر پیامبر و دروس فی تفسیر القرآن حول المعاد هر دو در قطع وزیری توسط نشر همراز قلم منتشر شده است. کتاب نامه. کتاب نامه برای آنها که کتاب را بیشتر دوست دارند.